صباحت عاریفووا 3 سال پیش شوهرش را از دست داد و به تنهایی فرزندانش را به وایه می‌رساند. پسری کلانی او در صنف ششم می‌خواند و دختری خرده‌اش نو 3 ساله شد. صباحت فراش است و ماه تقریباً $40 معاش می‌گیرد. علاوه به این به او برای تربیت کودکان $20 دیگر و برای کم بی‌ضاعتی‌اش $5 می‌دهند. صباحت میگوید وقتی آگاه شد که در دوره کرونا ویروس نو به افراد کم بی‌ضاعت کمک می‌کنند، زود به مسئولین محلی زیست خود مراجعت کرد تا نامش را برای خرد وارد کنند. اکنون او هر بار با امید پشت در اداره های مسئول می رود ولی بی نتیجه. رفتم گفتن که این ایروز بیایم پگاه بیایم، رفتم چند بار رفتم همی 3 ماه چند بار رفتم گفتن که این ایروز میشه پگاه میشه، بار رفتم گفتن که خیلی بینیم اگر گذشته باشی. کمک پولی به عائله های کم بی‌ضاعت در تاجیکستان طبق یک طرح بانک جهانی پیشنهاد شده است. در نوبت اول این مبلغ ها باید به عائله های دارای کودکان خردسال و کم بی‌ضاعت داده میشد. مقامات تاکید میکنند که این کمک پولی نه به همه خانواده های کم بی‌ضاعت داده می شود. با گذشت 4 ماه از زمان اعلان کمک پولی برای نیازمندان، تنها 17,000 خانواده یعنی از 3.1 حصه ساکنان توانستند که این مبلغ را دریافت کنند. حالا معلوم نیست که به 33,000 خانواده دیگر نیازمند کی این کمک پولی دسترس می شود. مقامات میگویند فهرست دوم کمک گرنده ها آماده می شود و باید تا آخر ماه سپتامبر این مبلغ به آنها داده شود. معنا داره کمیزت، معنای نفقه برای نیست. کمیزت 1 ساله از روز مراجعه تا مراجعه دیگه 1 سال میگذره، بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمیزت این نه نفقه است و نه یگان کمک پولی. وقتی که ویا حجت رو پیشنهاد میکنن، آیا اعضای عائله را همه حجتاش پیشنهاد کردن یا نه؟ هم شهادتنامه کودک یعنی. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خش و تباربازی هنگام ارائه کمک‌های بین المللی تنقید کردند. اما وزیر مالیه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که شفافیت خرج مبلغ‌ها را تأمین می‌کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بی‌ضاعت به شمار می‌روند. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه، احتمال می‌رود شماره چنین خانواده‌ها بیشتر شده باشد.